وجود مقدس نبی اکرم یه جایی، این مکه دیگه براشون امن نیست، میرن یه حرم دیگه، میرن مدینه رو به پا میکنن، اونجا میشه دارالایمان، مؤمنین اونجا جمع میشن بر محور نبی اکرم. حضرت از اونجا کار خودشون رو جلو میبرن، میشه شهر مدینه، میشه حرم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میبینید این دوتا حرم کم کم دوباره میفته دست دیگران. امیرالمومنین هجرت میکنن میان در کوفه. در دوران حکومتشون حضرت تو کوفه بودن، دارالحکومه حضرت در کوفه است، در همین مسجد کوفه فعلی بوده دیگه. میان حرم رو اینجا قرار میدن، امیرالمومنین طرح خودشون رو از اینجا جلو میبرن. فرهنگ اسلام، مذهب اهل بیت، حقیقت اسلام از اینجا منتشر میشه. کم کم میدونید یه بخش عمده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام اهل کوفه‌اند، شاگردان اهل بیت علیهم السلام که احادیث و معارف اهل بیت از امام باقر، امام صادق، امام سجاد و دیگران باقی مونده، اهل کوفه‌اند. از اونا تعبیر داده میشه به مکتب کوفه. کم کم کار به جای میرسه که اون محیط هم دیگه برای مؤمنین امن نیست. بنی امیه نفوذ میکنن، بنی عباس نفوذ میکنن، اون محیط هم محیط امنی نیست. برای دوستان اهل بیت ائمه یه بنای دیگری به پا میکنن به نام قم. حالا به ظاهر هم دور از دسترس دشمنان هست، دور از مدینه است، دور از مکه است، دور از محیط تسلط قریش، عرض کنم بنی امیه و بنی عباس، شهر قمه. اینجا میشه حرم اهل بیت. البته صرفاً دور و نزدیکی نیست، یه خصوصیتی تو این شهر است که ملاحظه فرمودید، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از معراج‌های مهمی که داشتن 2 بار با این شهر مواجهه داشتن. یکیش همون معروفه، شنیدید حضرت وقتی معراج میرفتن یه نقطه‌ای رو دیدن یک پیرمردی اونجا نشسته با شمایل خاص. از جبرئیل پرسیدن اینجا کجاست؟ گفت اینجا شهر شیعیان شماست، شهر مؤمنین، شهر دوستان اهل بیت شماست. حضرت فرمودن این چه کار میکنه؟ این کیه؟ گفتن این ابلیس آمده اینا رو از امام دور کنه، از اهل بیت رو دور کنه. حضرت فرمودن فرود بیایم. آمدن، شیطان رو از اینجا کوچش دادن. این مسئله است، یه فضایی، یه جایی رو درست میکنن برای کاری که میخوان انجام بدن، دست شیطان رو میبندن، یه تصرفاتی نمیتونه اینجا بکنه.